سلام و صبح شنبه. من امروز بیدار شدم، یه صبحونه سیر کننده خوردم. بعدش یه دونه پامکین لته درست کردم و اینکه خب میخوام که درس بخونم. برنامه‌ای که امروز گذاشتم خیلی سبکه، چون نیاز دارم به یک هفته که خیلی سبک ولی مستمر که دوباره به اون ریتم درسی برگردم. برای همین کلا امروز 3 ساعت مطالعه دارم. میدونم کمه، میدونم برای پشت کنکوری خیلی کمه، ولی برای کسی که میخواد به ریتم درس خوندن بیفته و باید واقع بینانه برنامه ریزی کنه، این واقعا خیلی خوبه. حالا من یه 2 ساعت اینا ویدیو میبینم، اونا رو جزء درس خوندن حساب نمیکنم. من درس خوندن رو چیزی میبینم که متمرکز یه چیزی رو خودت بخونی، اکتیو بخونیش، با خودت تکرار کنی، بخونی، درکش کنی، بفهمی. و خب این مفیدش 3 ساعته برای من امروز. حالا اون 3-4 ساعتی که ویدیو میبینم هم جداست. میخوام که این هفته هر روز با شما بگذارنم، یعنی هر روز و همه کاری که قرار انجام بدم و همه برنامه هامو اینجا نوشتم، همه برنامه هامو کارامو با هم انجام بدیم. البته که کارایی که میکنم اکثرا درسی هن دیگه. ببخشید اگه صدا میاد، ما لولمون ترکیده، حالا دارن تعمیرش میکنن، برای همین معذرت میخوام به خاطر صدای بیرون. و خب چون مجبور بودم ویدیو بگیرم گفتم بذار بگیرم دیگه، حالا صدایی هم که هست دیگه، کارش نمیشه کرد. خب بریم شروع کنیم که درس بخونیم. خب دینی تموم شد، تیک میزنیم، تمام. بقیه درس ها رو میخونیم. سلام، صبحتون بخیر، حالتون چطوره؟ امروز یک شنبه است و برنامه امروز رو قرار انجام بدیم. برنامه امروز برنامه دیروز که انجام شد، برنامه امروزم 1 ساعت مرور عربی گذاشتم، 1 ساعت مرور درس 2 فلسفه رو گذاشتم و 1 ساعت مرور دوباره دینی رو گذاشتم که البته 1 ساعت مرور فلسفه رو امروز داریم، درس 1 فلسفه رو داریم که بریم با هم این برنامه رو انجام بدیم. من میخوام یکم راجع به مطالعه و چجوری مطالعه میکنم بهتون بگم، مدیریت زمان راجع به کوچولو حرف بزنیم. من به روش پامودورو مطالعه میکنم، یعنی 50 دقیقه، حالا درستش 25 دقیقه 5 دقیقه است، ولی من 50 دقیقه 10 دقیقه انجامش میدم. 50 دقیقه 10 دقیقه 50 دقیقه 10 دقیقه 3 الی 4 تا 50 دقیقه 10 دقیقه انجام میدم. بعدش یه ساعت به خودم استراحت میدم، بعد دوباره شروع میکنم همین روش رو جلو میرم. این روش خیلی خوبه. مثلا این 50 دقیقه کل تمرکزتون روی مبحثی که میخونید، بعد حالا 10 دقیقه استراحت میکنید، انگار ذهن شما شرطی میشه و مثلا میدونه که این 50 دقیقه رو متمرکز درس بخونه، 10 دقیقه استراحت داره، 50 دقیقه متمرکز 10 دقیقه استراحت. به این سبک عادت میکنه. بعدش دیگه شما توی اون 50 دقیقه کل تمرکزتون روی مبحث و درسی که میخونید و بر من که خیلی جواب میده. حالا روش‌های متفاوت دیگه هستش که میشه انجامش داد، بر من این بهتر بود. حالا من اکثر مواقع توی یوتیوب اگه بزنید استادی ویت می میاره براتون، بعد من اونا رو باز میکنم، اونا خودشون حالا با پامودورو جلو میرن و خیلی خوبه دیگه. حالا تو انگار با یکی دیگه داری درس میخونی، خیلی حس و حال خوبه. حالا تو ویدیوهای بعدی راجع به سبکای دیگه مطالعه بهتون میگم. شاید مثلا من خودم خیلی روش‌های متفاوتی رو امتحان کردم که این رو من جواب داده و روی اکثر آدم هم جواب میده. روش‌های دیگه هم میگم، شاید روی شما اون روش‌های دیگه جواب بده و بهتون کمک کنه. بریم که شروع کنیم درس بخونیم.
سلام از صبح سه‌شنبه. امروز 29 آبان ماهه و قراره که با هم دوباره و همچنان و تا آخر عمر و تا سالهای بعد درس بخونیم. خب برنامه امروز ادبیات دینیه. قراره که اینا رو تمومش کنیم با هم دیگه و اینکه من اولین بار که خودم دارم تو خونه ماچو درست میکنم. مزه بیرونی ها رو میده، خب چون ماچا یه چیزی که خب این چیز خاصی نیاز نداره واسه درست شدن حس میکنم و تا قلقش دستتون بیاد یه چیز خوشمزه میتونید در بیارین، ولی طعمش هنوز اینجوری نیست که بگم بهش عادت کردم. یک چول عجیبه برام.